تازه‌ترین تولد تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 7 انور است و نخست از سرخط مفزوها میگوییم. آیا روسیه برای روس‌ها و مسکو برای مسکوی‌ها است؟ چرا مقامات روسیه حمله‌های لفظی نژاد پرستانه و ملت‌گرایان روس را نادیده میگیرند؟ نزدیکان افراد متهم با کشتار در کان بادام میگویند پسر آنها قاتل نیست. بهزاد مجبور کردن، بسیار زدیان که یا مردر به کلی میگیری یا میکشیمد. و بعد توقف بیش از 30 ساله شرکت هوایی تاجیک ایر پروازها بین دوشنبه و کولاب را برقرار میکند. یک شهروند تاجیکستان را در روسیه 7 سال زندانی کردند. دادگاه شهر نوسیبیرسک روز 16 انور دلیرجان اوچیلوف را به بوشی و بدنام کردن ارتش روسیه گناهکار دانست. قبلا گفته شده بود که دلیرجان اوچیلوف درباره جنگ روسیه در اوکراین معلوماتی دروغ داده عملکرد ولادیمیر پوتین را در این زمینه تنقید کرده است. ناتالیا ورنцова وکیل مدافع اوچیلوف به سوتا ویژن گفته شخصی زیر حمایت او اتهام را نپذیرفت. دلیرجان اوچیلوف در سال 2012 به روسیه رفته ماه فوریه 2024 برای دریافت شهروندی این کشور عریضه داده است. او را ماه اپریل همان سال دستگیر کردند. نژاد پرستی و بدبینی خارجیان به ویژه حمله و تحقیر مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه معاصر به حادثه معمولی مبدل شده است. اما بعضا شهروندان روسیه که نمود ظاهریشان به روس‌ها مانند نیست نیز مورد تعوین و اذیت قرار میگیرند. نورز از قلمقستان رمان شوکجیف جوانترین شاهمادبازی شد که در سن 9 سالگی عنوان گراسمیستر بین‌المللی را کسب کرده است. وقتی نشریه نووستی مسکوی درباره او گزارش داد، در کامنت ها او را به اصطلاح چورک، چینویی و اجنبی نامیده سخنانی بدی را دریغ نداشتند. سال گذشته باشد ملت‌گراهای روس در متروی مسکو به یک دختر از جمهوری کردستان حمله لفظی نموده با اشاره های ناتسیستی داد میزدند که روسیه برای روس ها است و مسکو برای مسکوی ها. آنها به این دختر مشورت دادند که از روسیه دفع شود. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های روسیه در نسبت یک خانواده تاجیکان از شهر میتیشی نزدیکی مسکو حمله گسترده لفظی برآمده شده است. سببش تقدیم خانه به این عائله سرفرزند از طرف حکومت محلی می باشد. این عائله 14 سال این جانب در روسیه استقامت داشته همشان شهروندی روسیه را دارند. ولی ملت‌گراها در شبکه‌های اجتماعی و وکیل دومای دولتی سرگئی میرونوف از منبر پارلمانت روسیه طلب کردند که این عائله صاحب 7 فرزند از روسیه بیرون کرده شود. گزارش در این باره به زودی در وبسایت و آزادی ویدیو یوتیوب نشر می‌گردد. پیوندان دو گمانبر به قتل در کان بادام ادعا دارند که مقامات انتظامی نزدیکان آنها را عذاب و شکنجه کردند تا گناه ناکرده را به گردن بگیرند. بهزاد جان خالزاده و مصلح‌الدین فخرالدینov ساکنان ناحیه مشچاه را ماه اکتبر سال گذشته با گمان به قتل رسانیدن ساکن دیگری همین ناحیه امرالله بویمیرزویف بازداشت نمودند. بعد آغاز محاکمه در ماه دکبر هر دو به نزدیکانشان گفتند که تحت شکنجه به گناه ناکرده اقرار شدند. فیض‌الله و ملاحت خالوها والدان گمانبر شده بهزاد جان خالزاده 3 ماه است که برای اثبات بیگناهی پسرشان تلاش دارند. آنها به مقامات از جمله به پرزیدنت کشور مراجعت کردند. حادثه شب 22 و 23 اکتبر سال 2024 در جماعت پتر کان بادام رخ داده است. هر سه بهزاد جان خالزاده، مصلح‌الدین فخرالدینov و امرالله بویمیرزویف در کارخانه پخته کان بادام کار میکردند. بهزاد مجبور کردن، بسیار زدیان که یا مردر به کلی میگیری یا میکشیمد. و گفته ای برادرم میشد، ای بری من نیک کرد ما در یه کلون شدیم، من چه برادری خودم میکشم به کلی خودم میکنم. گفته بسیارش میزنه، زورش میبیاد، مجبور میشد به هیچ میشد. از درد زورش مجبور به کلی میگیرن، ظلمش میکنن، در همین کاغذا که امضا کن. از ترسش بیچاره دستاش بریده، همین میشه گرفته دستاش بریده خودکشی کرده است. عذاب خطاش. بسیار زده خودش میکشم گفته با اویزم گفته از نتایج است به حضور شده غلطیده اهوش رفته بعد گرفته برای نعمت بریدم بالی سج بریدم بیمار خونه.
مولا سعید فخرالدینوف پدر مصلح الدین فخرالدینوف میگوید پسرش این کار را نکرده است. من نکرده کی و دستم اقرار گوش دیگه نیست کی خودتون هم رفتید مخفوض داشته ما شد به ما یکم تومار نه دیدم میمونن نه درآمدن فقط از طرف ما همه مادر شاکی همه اشتراک کردگی بود ابوش صدام گفت ایده ما رو مجبور کردن ما وای کردن شکنجه کردن ما وای کردن تمام. برعکس این گفته ها ریاست کارهای داخلی سوخت در گزارش گفته بود که بهزاد جان و مصلح الدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمیرزایف و برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایطی ثبت شده است. دادگاه تا زمان تحقیق ادعاها درباره شکنجه متهمان به جنایت محاکمه را باز داشته است. محاکمه گمانبران اول ماه دکبر سال 2024 در خوجند شروع شده بود. آنها را به کشتار، راهزنی و آزار جنسی متهم می کنند. روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق را به محاکمه راه ندادند. پیوندان بازداشت شدگان حدس می‌زنند که گناهکاران دیگر افراد هستند. بعد کشتارهای پی در پی در سال گذشته، کانیبادام سری زبانی مردم شد. تنها در ماه دکبر در اینجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از ماه مارس سال 2024 تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکبر گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانیبادام دستگیر کرد. بعد این اعلان دیگر هیچ چیزی درباره حادثه ها و گمانبران نگفتند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش که روز 16 ژانویه نشر شد، سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان را از خارجه چون نمونه بدتر شدن وضع حقوق انسان در سال 2024 مثال آورده است. در یک مصاحبه ویدیویی از برلین، رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی دیدبان حقوق بشر هیو ویلیامسون نخست مهمترین نکات گزارش سالانه سازمان را خلاصه نمود. وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 بدتر شد. Human Rights Watch سالهای دراز وضعیت را در تاجیکستان مشاهده می کند. وضع حقوق انسان در این کشور واقعا هم سنگین است. تابستان سال 2024 سیاستمداران عمل کننده و پیشین با اتهام‌های تصدیق نشده بازداشت و حبس شدند. بنا به گزارش سالانه ما دست کم 8 ژورنالیست همانا در زندان هستند. سرکوب سازمان‌های اجتماعی هم دوام دارد. سال 2023 شمار خیلی زیادی سازمان‌های غیر دولتی بسته شدند و این روند در سال 2024 ادامه کرد. این وضعیت در پس منظر بدتر شدن وضع در دوام 10 سال گذشته مشاهده می شود. اگر حادثه های 10 سال پیش را به یاد آوریم می بینیم که بسیاری از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 10 سال است که در زندان می مانند. دیگر رهبران سازمان های سیاسی به مثل گروه 24 همانا در پشت پنجره هستند. اینها مهمترین نکات گزارش ما است. یک پدیده که سال 2024 مشاهده شد در میان بازداشت شده ها بر اساس پرونده های سیاسی شخصانی می باشند که در موقع مخالفت با حکومت نبودند و نیستند و برعکس طرفدار و عضو این حکومت شمرده می شوند. سبب این سرکوب ها را شما در چی می بینید؟ واقعا هم بعضی از آنهایی که سال 2024 حبس شدند طرفداران حکومت می باشند و اگر انتقاد می کردند آن بسیار نرم بود. معلوم نیست با چه سبب آنها حالا مورد هدف قرار گرفتند. دانستن این دشوار است. ظاهرا هر یک فکری مستقل از طرف حکومت با ناراحتی و همچون یک تهدید به استقلال قبول می شود. همه گونه شرح مستقلی یا بیان مستقلانه همه گونه دورنما چون تهدید پذیرفته می شود. از این رو مقامات تلاش می کنند نفرانی را که موقع روشنی مستقل دارند، اکادمیک‌ها، سیاستمداران، حقوق شناسان یا هر کسی دیگر را دستگیر کرده صدایشان را خاموش کنند. این چیز حکومت را در تاجیکستان بیشتر خودکامه می کند.
چند روز بعد دونالد ترامپ در مقام پرزیدنت آمریکا سوگند یاد میکند و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم جنگ را در اوکراین ادامه میدهد. فکر نمیکنید که با چنین دورنما مسائل حقوق بشر در کشورهای مثل تاجیکستان را باز هم بیشتر دور میاندازد؟ برای طرفداران حقوق بشر و دموکراسی در تاجیکستان وضع ژئوپلیتیکی جهان چالش برانگیز می شود. سوگند یادکنی ترامپ در هفته آینده جنگ ادامه یابنده در اوکراین به آن معناست که توجه جامعه بین المللی در جای دیگر است. از طرف دیگر به خاطر نزدیکیش با اوکراین، آسیای مرکزی یک نقش مهم می‌بازد و بسیاری از کشورهایی که اوکراین را پشتیبانی می‌کنند می‌خواهند در روند تقویت موقع اوکراین با کشورهای آسیای مرکزی شریک و همکار باشند. در این راستا مهم است که کشورهای خواهان همکاری با آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان مسائل حقوق بشر و حاکمیت قانون را مطرح کنند. این چیزی است که ما از آنها، از اتحاد اروپا، آمریکا، از آلمان طلب می‌کنیم که هنگام مطرح کردن مسائل امنیت و ژئوپلیتیک مشکلات حقوق بشر را در منطقه در محور قرار دهند. آنها باید این کار را در سال 2025 هم دوام دهند، حتی با نظرداشت وضع دشوار سیاسی که در پیش است، آمدن ترامپ و مسائل حقوق بشر و موقع همان قوی پوتین در روسیه. مطرح کردن مسائل حقوق انسان در تاجیکستان یک مسئله چالش برانگیز است، ولی آن باید همانا در اولویت جامعه بین المللی قرار داشته باشد. تشکر. هیو ویلیامسون رهبر بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان دیدبان حقوق بشر بود که به سوالهای رادیو آزادی پاسخ داد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بعد تنفس چند ده ساله هواپیمای توجیک ایر در اولین پروازش مسافران را از دوشنبه به کلاب رساند. اخیراً این شرکت از آغاز پروازهای منتظمش در خط سیر مذکور اطلاع داده بود. بعضی از ساکنان دفعتاً در شرح این خبر از گرانی نرخ شکایت نمودند. برخی هم با استقبال از این اقدام به بی‌خطری آن تاکید کردند. محمود رحمتزاده میگوید در فرودگاه بین‌المللی کلاب هواپیما را مقامات شهر با شکوه پیشواز گرفتند. خلبان برای پرواز به سمت شهر کلاب هواپیمای ان-28 را آماده دارد. از دوشنبه تا کلاب باید 16 مسافر را برده به مکانش رساند. این خط سیر هوایی را چند روز قبل شرکت تاجیک ایر اعلان کرد. در خبرنامه تاجیک ایر گفته می شود که نخستین پرواز به سمت کلاب روز 15 ینور صورت می گیرد. در فرودگاه کلاب حالا نخستین مسافران از هواپیما پایین می شوند. این خط سیری که نوی شده است، ما باوری داریم که اولین نبوده خط سیرهای دیگری انمی بین شهر و ناحیه‌های منطقه کلو و عموما جمهوری شده می شود که این در تطبیق عملی سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت سهمی بی‌نظیر خود را می‌گذارد. طریق هواپیما از دوشنبه تا کلاب نیم ساعت راه است. اکنون با این هواپیما شرکت تاجیک ایر در یک هفته 3 مرتبه باید به کلاب آید. شرکت نرخ چیپتر و 300 سومانی گذاشته است. اما برخی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند این نرخ گران است. ولی خواهشمندان برای سفر طریق هواپیما کم نبودند. برخی حتی می‌خواستند خط سیر هوایی به دیگر شهر و نواحی نیز باز شود. امروزی که از سال 1991 مختم شده بود و همین را اثر برقرار کرد. آخران پرواز طریق هواپیما از دوشنبه تا کلاب سال 1991 انجام شده است. بعد توقف 30 ساله بار اول است که خط سیر هوایی از دوشنبه به کلاب باز می شود. در فرودگاه بین المللی کلاب مقامات هواپیما را با کرنه و سرنه پیشواز گرفتند. در همین حال پرواز اولین در خط سیری دوشنبه پنجکند که نیز از طرف هواپیمای شرکت تاجیک ایر میباید 14 ینور انجام میشد، نخست به 16 ینور و همکنون به 19 ینور موقوف گذاشته شد. نمایندگان شرکت سبب تأخیر را به نامساعدی آب و هوا ربط دادند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های از این بیشتر چون همیشه در وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی ما پیدا کنید. در 2 روز آینده برای شما استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید. از آن وقت نگهبانید.